آخرین مراتبه سال 2000 سال بود. 2000 سال بود. کتاب خیر و شعر دادم. همون وقتا ده حکایه های نغزی داشتن. ابوالقاسم فردوسی نویسندگی بده کتابم. کتاب بدایی صدرالدین ایمی. نام کتاب خودت چی بود؟ بیام دینا همین رو سهر همین سهری درس خوندیم در مکتب. کتاب بدایی خیلیش نخوندیم نکی. آخرین مرتبه که خواندم درستان داره کدام اثر است؟ کتابی صدرالدین اینی خوندم دیم اخیرون با. کدام اثر است؟ کتابی مکتبی که هنر نویسندگی و خوندم دیم. کتاب بدایی وقتی تعطیل چه نام داشت؟ نام کتاب بدایی خیلی میگم موکش بود. چی کتاب نام کتاب چی بود؟ نام کتاب قوبسنامه. از کس قوبسنامه؟ недавно Жюль Верн. Жюль Верн. Как называется книга? Тайна это Тайна острова. من هر روز کتاب میخونم. کتاب آخرین خواندن چی داره؟ من برادر کتابای در خاطر سن سال واگجا میسد نمیسد. همین کتابای بدیهی میخونم خیلی. اصلا نمیدونید که بار آخر کتاب خواندن نامش چیه؟ در خیلی خاطر نمیسد. آخرین مراتبه همین روز خواندم. چی کتاب خواندن؟ نه خیلی مثال حل کردیم. مثالی از کتاب‌های بدیهی چی کتاب خواندگی؟ کتابای بدیهی نه کتاب درباره چی خواندگیم؟ Красная шапочка. Красная шапочка. های خواندگی؟ ما همین تعطیل تویسونه در خونده بودیم آخرین مالی بود. فشکست؟ معلم هشتر نمیدونم. همین روز چی کتاب خواندن؟ دوپسکی پاسادکی. مؤلف این کتاب مؤلفش دارم نیست. شما چی؟ آخران مراتبه من در کتابخانه ملی با همراهی این دوستم کتابی داستان شاهنامه را خونده بودیم. مؤلف شاهنامه کی است؟ عبدالقاسم فردوسی. نزدیکی ده. چی کتاب؟ زرافشان سوربون. من کتاب خواندگی نیستم. فقط کتابایی و برای دوم و یونیورسیته و واسه علمی. کتاب بدیهی نخوانده؟ کتاب بدیهی نه. عموما نخوانده؟ عمومی خواندگی اما این سالای همین سالا پسین سالا خواندگی نیستم. آخرینش رو در یاد ندارم. آخرینش سالی گذشته ممکن. چی نام داشت؟ همین از ادبیات تاجیک بود و شعرهای سعدی شیرازی. کتاب بدیهی از اشعار مولانا رومی مثنوی معنوی. های خواندگی؟ روز شگم یک هفته پیش. کتابی آخران خونده من خوشدلم از این هنر کتاب پروفسور ابراهیم عثمانوف میباشد. آخران مراتبه کتابی فنی خواندم خیمیا آبشه خیمیا. از کتاب‌های بدیهی؟ کتاب‌های بدیهی ابواب‌الله رودکی چیشه همین دربارش. کدام کتابش خوندی؟ غزلیاچه. یا اون غزلش میدونی؟ گربافسای نس خود امیری مردی برکور و کرد نقطه نگیری مردی مردی رو افتاده پای زدن گردس افتاده بگیری مردی. آخرین مراتبه حاضر از کتابخانه ملی برآمده در کتابخانه ملی با یعنی کتاب‌های زبان‌های انگلیسی یعنی خوانده از کتابخانه ملی برآمده. کتاب بدیهی کدام کتاب خونده از کتاب‌های بدیهی باشد از آن جمله کتابی و سعدی شیرازی یعنی گلستان سعدی. همین ماه گذشته چی نام داشت؟ کتابی دختر آتش از از جلال اکرامی.